به نام یاد خدا. سلام حضور گرمتان آرزومند هستم انشالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز میخوایم شما را با طرز پست نمودن کومنت های استایلی آشنا بسازم، پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستان دوباره خوش آمدین. اگر تاکنون اقدام به سابسکرایب نمودن چینل خودتان نکردیم و میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در چینل یوتیوب براتان اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین، بعد چینل خود را سابسکرایب نمایید. خب در قدم نخست ما شما در آل اپس میایم، بعد شما گوگل کروم البته دوستان دریافت میکنیم. بعد از دریافت گوگل کروم را باز میکنیم به شکل. بعد از اینکه باز کنیم دوستان در قسمت سرچ بار گوگل یا جایی که ما مواردی که جستجو میکنین نوشته میکنین ASCII-ART-APK. بعد از اینکه نوشته قسمت آپشن های مختلف متنوع برای ما شما ظاهر میشه که اولین گزینه که از سه قسمت دوستا APK پیور کاست بالا از کلیک شما میکنین. بعد از اینکه بالا از کلیک کردیم نزدیک صبر میکنیم تا صفحه بعدی برای ما شما نمایش شد. خب دوستان قسمت صفحه برای ما نمایش شد. بالای دانلود کلیک میکنیم که تقریبا 3 MB میباشه. بعد از اینکه دانلود کردیم ما شما دوباره میم کار بعدی ما را میکنیم که فعلا ایرا ما دانلود نمیکنیم چون قبل از کار براتون دانلود کردیم تا کار ما راحت‌تر شد و ساز ویدیو کمتر شد. خب بعد از اینکه ما شما دانلود کردیم در قسمت مای فایلز میایم. البته دوستان بستگی به دانلودینگ شما در که موقعیت یا لوکیشن 11 مای دیوایس است یا SD کارت هر کدامش باشه ما شما میتونیم از استفاده که فعلا ما شما در قسمت ریسنت فایل است و ASCII-ART شما از قسمت کلیک میکنین. بعد از کلیک کنیم قسمت دو آپشن برای ما شما ظاهر میشه که بالای اینستال شما کلیک میکنیم و از این صبر میکنیم تا اینستالیشن اپلیکیشن ما به اتمام برسه. خب دوستان بعد از اینکه با موفقیت ما شما دانستیم اپلیکیشن ما را اینستال بکنیم از قسمت داون برش میگیم و از این صفحه ما شما دوستان اگزیت میشیم و خارج میشیم. بعد از اینکه ما شما از قسمت دوباره با خاطر دریافت اپلیکیشن اینستال شده ما دوستان در قسمت آل اپس میایم. بعد شما یا ASCII-ART دریافت میکنیم دوستان. البته خب دوستان قسمت ما شما دریافت کردیم. بعد از اینکه دریافت کردیم باز یا اوپنش میکنیم که از این قسمت میخوام ما شما به ریت بتینگ یا فعلا کار نمیکنیم نو تانکس برش میگیم. از این قسمت آپشن مختلف متنوع دیگه داره که اینا ما شما فعلا نیاز نداریم. خب این قسمت شما که بین کومنت های مختلف متنوع از هر کدام از اگر دسته که شما بخواید استفاده کنید استفاده کرده میتونید. بس فرض که از را به طور نمونه استفاده میکنیم اما ما قبل از این شما ما اجازه بدین که بیایم یک اپلیکیشن رو باز بکنیم. بس فرض فیسبوک رو باز میکنیم درسته دوستان از این قسمت. خب دوستان بعد از که ما شما فیسبوک رو باز کنیم در صورتی که از اون کامنت هایی که قسمت استفاده کنیم دوباره در اپلیکیشن ما میایم. البته دوستان از این قسمت و این قسمت ما شما چی داریم آپشن کپی داریم. بالای کپی شما کلیک میکنید یا برای ما شما میگه که شما با موفقیت دانستید کپی کنیم. بعد از اینکه کپی کردیم دوباره داخل اپلیکیشن ما میایم. بالفعل از این قسمت دوستان میخوایم به این امون کامنت ما رو انجام بدیم. دوستان چیکار میکنیم منگوشتن محکم از این قسمت پیست ورش میایم و اوکی میکنین. خب بعد از اینکه کردیم لازم صبر میکنیم تا عمل ما انجام شود. خب اگر در قسمت پایین به این دوستان قسمت شما مشاهده میکنید که ما شما تونستیم با موفقیت این کار انجام بدیم. و همچنان گفتن نباید گذاشت که قسمت کامنت ها یا شکل مختلف متنوع است که از روی شما میتونید استفاده بکنید. اگر در صورت بخواید آپشن های دیگه شما استفاده بکنید از این قسمت شما میتونید که مثلا عکس خودتان به ASCII تبدیل بکنید و همچنان به ترتیب اگر بخواید کدام نوشته خود ما تایپ بکنید به شکل استفاده کنید هم میتونید تایپ بکنید به این شکل. اگر بخواید از ایموجی ها استفاده کنید هم میتونید. البته دوستان در صورت استفاده کردن میتونید که شما نت داشته باشین و این را بخواید اپدیت بکنید. همچنان سایر موارد از این قسمت شما میتونید استفاده بکنید. خب این بود موضوع امروزی ما. روزمند است نشان مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورت میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در کانال یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنید و سابسکرایب نمودن کانال خودتان فراموش نشه. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.